خدا کند که همه تان در کنار فامیل محترم و نجیب و گرامی تان جور صحتمند و سرحال بوده باشید و روز و روزگارتان به خوبی و خوشی سپری شود. دوستای عزیز، والدین گرامی، از این تریبیون، از این اتاق ما برای شما پیام ویژه دارم. دوستای عزیز، والدین گرامی، ایرا با قاطعیت و جدیت برایتان میگویم اگر امروز ما از مراحل رشد کودک خود نفهمیم، اگر امروز از روانشناسی کودک خود نفهمیم، مراحل رشد کودک خود را به درستی نفهمیم و مطالعه نداشته باشیم، درک نداشته باشیم، آگاهی لازمه نسبت به شرایط رشد کودک خود نداشته باشیم، کودک سالم امروز خود را به جوان برومند و خلاق و کاریزماتیک فردا تبدیل کرده نمیتوانیم. دوستای عزیز، امروز باز هم یک تمرین را با هم مرور میکنیم. تمرین این است که برای یک کودک یک کتاب را چندین بار خواندن درست هستند یا کتاب‌های متعدد را برای کودک خود یک بار بخوانیم. دوستای عزیز، والدین گرامی، جواب درست را یا جواب غلط را یا جواب نادرست را حتما شما در کامنت نوشته نمایید، بنویسید که معلوم شود ما و شما والدین عزیز، پدرای عزیز، مادرای عزیز دنبال مطالعه هستن یا نیستن، دنبال آگاهی خود هستن یا نیستن. کودک سالمی امروز خود را به جوان برومند و خلاق و کاریزماتیک فردا میخواهند که تبدیل شود یا نشود. اگر ما از مراحل رشد کودک خود بدانیم، اگر ما از مزایای تربیه و تعلیم بالای کودک خود بدانیم، کودک سالم امروز خود را طوری تبدیل میتوانیم که در سن بالغیت و بلوغ برسه. امروز عصر تکنولوژی و فناوری هستند، میتوانه که از خود تولید محتوا داشته باشه، از خود پروداکت داشته باشه، از خود تولید داشته باشه و به سایت های مختلف اینترنتی و معتبر جهان از خود برند خود را اپلود نماید، از پشت تلفن و از پشت لپتاپ خود عاید و درآمد داشته باشه. دوستان عزیز، بنابراین کوشش نماییم که از مراحل رشد کودک خود آگاه باشیم و کودک سالم امروز خود را که به دنیا آمده او را به یک جوان برومند و خلاق و کاریزماتیک فردا تبدیل نماییم. دوستان عزیز، آنگاه ما به یک جامعه ثروتمند، به یک جامعه غنی و خودکفا خواهد رسیدیم. این ویدیوی مرا همگانی بسازید که ما شما هر کدام ما در قبال رشد ترقی جامعه خود سهم بگیریم و جامعه خود را از منجلاب بدبختی و سردرگمی، ناداری، فقر و تنگدستی نجات بدهیم. دوستای عزیز، دوستان دارم که این پیج مرا فالو نمایید تا از ویدیوی بعدی ما مطلع شوید.